خب یک نفر با نام تاجیک نوشته است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. همه را سر یک میز دعوت کنید، همه مردم تاجیک، روشنفکران و سیاستمداران را. کی سفر شما به روسیه می شود دیدار از مهاجرین کنید و کی عزت امان را شما میشناسید. دوستی عزیزم، من بارها دعوت کردم، بارها گفتم میخواهم که همه سیاستمداران، روشنفکران، مبارزین در سر یک میز نشینند، گفت و شنید کنند، راههای حل مشکلات را پیدا کنیم و راههای مبارزه مشترک را. اما تا امروز دیده ایستادید که دعوت‌های من نتیجه نداده ایستادند. شاید که اون برادران هر کدامشون برای خود دلیل دارند که چرا با ما سر یک میز نشینند. ما هم که دیگر ملک نیستیم، به عیب و به کمبودی نیستیم. اما این خواهش را ما بارها کردیم. ان شاءالله امیدوارم که این دعوت شما را دیگران هم خواهند شنید و در فکر نشستن سر یک میز خواهند بود. اما اگر برادری عزیز تاجیک، اگر بالفرض دیگران نخواستند با ما همکاری کنند و ننشستند، این مسئولیت ما و شما را کم نمی‌کند. برای همین وقت اخیر من دیگر یک مقدار از حالا این متحد شوی اینا کم ترک ناامید نشدم، اما این را دیگر اولویت نمیدونم. اولویت را مراجعت به مردم میدونم، مستقیم با مردم صحبت کردن. دیگر شریک اساسی من و ما کسانی که در پیمان ملی هستیم ملت هست. بله، در باز است، با همه صحبت میکنیم، این آرزوی ما است. اما این که ما بگیم که فقط حالا همه را جمع کنیم و بعد بیایم وارد مبارزه شویم میتواند خیلی طولانی باشد. اما درباره اینکه کی سفری روسیه میشود، دوستی عزیز، من بارها شاید 20 مرتبه همچون وکیل، همچون رئیس روسیه ده بودم. از کالینینگراد تا ولادیواستوک سفرها کردم. اگر فرصت شد و شرایط شد من حتما میروم پیش. این آرزوی من است، اما نمیتوانم رفتم. اگر بروم ممکن حبس میشوم یا که یگان حادثه دیگر میشد. چون همون گروهی که شراف‌الدین را بردن دزدیدن به تاجیکستان آمدن اروپا، نماینده گویا به نمایندگی از روسیه و با من گفتگو کردند و ما را دعوت کردند در سطح عالی به روسیه، به مسکو که بروم و گفت و شنود کنیم. ولی من نرفتم. گفتم من باور ندارم و تا وقتی که در روسیه وضعیت به یک سمت مردمی و دموکراتی نرود و واقعا احساس نکنیم که حکومت روسیه با دیکتاتورها همکاری نمیکنه، دیگر ما رفتنمون به روسیه شاید که بر وقت است. بله، من برادر عزیزم عزت امان رو خوب میشناسم. اتفاقا وقتی سفرهای میکردم به مسکو و روسیه، در مسکو که در همه سفرهای من همراه بودن، عزت امان در سفرهای منطقه‌ای من به ولایت‌های روسیه هم گاه ما رو همراهی میکردن. بسیار یک برادر فرهیخته و بسیار مبارز است و خوب میشناسم. حالا دیگر از این بیشتر گفتن نمیتونم، چون باز میترسم که اون ضرری به برادر نرسد.